ما همین شهر کلوبیم. خب همین همشهری اونه نیم همسایه ما هستیم. همین روز تماشا کردیم در مسئله ای که از شما گفتین که 2 کیلو مکرونه و نو رومات گپ زد خیر اوزی بدتر میگیم. مسئله ما خودم همین محله کرمانزردک میگن شهر کلوب. خب مسئله ای که مرز قطعی گفتین که باید برای چی رئیس کمیته امنیت نمیبرویان سوالو دا جواب نمیده. همچی بگ بود رئیس کمیته امنیتی قرقیزستان همه 2 سوال روزنامه‌نگار دا جواب داد. شما هم قناعتمند شدید؟ وظیفه‌ش مسئولیتش انجام داد. او گپ قناعت بخش میشه برای من چیزی نکرده است. دوست سلمان اما کدام مسئله را حل کرد؟ آن پروسسی کاری که در هموجا رفته است برای مردمش گفته است از این چیزی مهم است. برای ما و تو شاید چون ما یه دقیقه برادر عزیز یه دقیقه کمیسیا تاسیس دودگی همو کمیسیا کی است کو بیا برای من نشون بده چی کاری انجام داد؟ کمیسیا پروتکل هموجا کانی پروتکل میتونی گفت که 7 8 تا سازشنامه با امضا رسید. کدامش انجام داده شد؟ با امضا رسید. انمو پروتکلی که با امضا رسونید انمو مرحله با مرحله حل خیچا میوه. خب یکم گوش که تو فقط همین ایغورا میدودی خود گوش نمیگیری با میخندی میگی که کدام این مرده گوری گپ زنه ببین زنگ بزنه گوش که طاقت گوش کردن داری یا بفرمو دیگه مسئله ای که میگی که 19 کس کشته شد. تو برای چی ابر نمیگی ای جانب قرقیزو چند بار کشته شد؟ خب کدام امور نمایش نشون دادن؟ همش نشون دادن. ای بچه دروغ گپ نزن. ای بچه یک بار رسانه رئیس جمهوری قرقیزستان خودش اعلان بس صبر کن. ای صبر کن صبر کن نه صبر کن یا دقیقه صبر کن. رسانه های قرقیزستان بر اومدن گفتن که برای یک نفری که در قرقیزستان از دنیا گذشت $12,000 برای کمک به خانه آنها دادن. حکومت ما چیکار کرد؟ چند قدر؟ یک دقیقه گوش نه حکومت ما چند فایز جدا کرد؟ چند قدر مبلغ؟ اگر کوچمانچی است او پروبلم او است. او پروبلمش ول بکن. انا کوچمانچی است انا فلان است. ما همین قدر زورمون میرسه نه زورمون میبه در جای تنگی کوچمانچی است. تو سوال جواب ده چند حکومت رحمانو چقدر مبلغ جدا کرد برای همه آدمای ضرر دیده؟ برای هر یک ضرر دیده مبلغ معین. چند مبلغ معین؟ چند قدر؟ من نمیدونی برای کی رسانه ها برای انا اکو صبر کن ما برای چی میگم که باید ببره در رو پروی رسانه ها گپ زنه. انا همیجاش اگر یتیم میبرومد گپ میزد تو خود در این سوال جواب داشتی و مرا در اینجا میگویی برادر خب کته این ها جواب برای چی جواب نداری؟ برای که رئیس کمیته امنیتی ما زنکش گرفتگی است نمیبره بگه که ما با مردم این پول دادیم. گوش کن در کدام رسانه قرقیز برآمد کرد چند سوم چند دلار کجا که ما را ببینیم ما برات پیدا میکنم تو صحبت کردن پیدا که ما را اگه نمی کلوب امون دیگه پیدا کنیم راموس خونه را بعد دیگه مسئله اویی که میگه که 2 کیلو مکرون داد تو این مسلمانی با خدا باور داری با آفت طبیعی گپ در بیسلو سر میشه بیسلو هم دروغه او آفت طبیعی را هیچ تجدید نداشت. فهمیده سایی همون قدر این ما گفتم که خونه ما ضرر دیده که ما توارده دودگی چند سوم داد؟ 20,000 سامان داد 20 قبچه سمنت داد انا مکرون داد روغن داد شکر 25 کیلو داد حاضر ما دسته چشین دودگی. چند در خونه داشتی؟ تیل اومد در خونه. دو خونه داشتی؟ دو خونه؟ نه همه 2 خونه که ضرر رسیدگی او اومدگی گذشتگی. نه منظورم که همو در همو اوچسکایی که زندگی میکنین همجا دو خونه به تمام یا که 2 خونه سه خونه گوش که مرا یا چیز نمیدونه. نه بیا من برات حساب کتاب ماتماتیکی میکنم سوال مرا جواب ده. در همو حوله که داشتین چند خونه ضرر دید؟ در حولی 4 خونه داریم 2 خونهش زلال دید از سببی که در بر کوچه بود او اومد با دهن کلیزه در اومد 2 خونه ضرر دید وابسته به ضرر کمیسیا تحصیل دادن اومدن بررسی کردن. پس این کمپیر این مادر که گپ زد دروغ میگه؟ کمپیر این مادر گوش که مرا انا گوش که تو اگر حقیقت جو باشی انم جانیگو که در بین سیل رفتگی رو مجروح آب ده خونه سوختگی اینا کی مجبور کرد برای دولت خونه
باز هم همین میبیه گناه حکومت میگیده. سلمان کمیته زمین و معماری که برای مردم زمین میته و آن کمیته که ساخته میشه که استاندارد که در اونجا خانه ساخته میشه و چگونه حکومت اجازه داد در اونجا خانه ساخته وقتی در رو پروی قد آب بوده است، چگونه زمین فروخته شده است، چگونه زمین داده شده است، چگونه حجت کرده شده است. حجت کی میکنه؟ بس به یا دقیقه حجت خانه را کی میکنه؟ از کجا اجازت میگیره برای حجت خانه؟ وقتی که کمیسیا تاسیس داد گپ ما سوال تا جواب میدیم. نه حاضر جواب ده حاضر همون یک خانه ساخته میشه و پیش از خانه ساختن باید حجت کرده شود. حجت در کجا میکنه؟ پاسپورت هم میکنه. در کجا میکنه؟ مقامات اجرایی حکومت دولتی. پس مقامات اجرایی حکومت دولتی نفهمید که همون خانه در روی سیل ساخته شده، چرا اجازه داد؟ گوش کرد. چرا اجازه داد؟ سوال تا داد گوش کرد. بله. سوال تا داد گوش. بله. مقامات اجرایی حکومت دولتی 4 سوتیق در مثال زمین دادگی در نزدیکی مجموع این آدم خودش خودسرانه زمین غصب کرده 2 متر 3 متر بوده از داخل انمو بیتا ورداشته. وقتی که آب مجرای دریا سیل شد آب مجبور میشه و خونه بدروه. یا برام تو چگونه یک خانه از لب سیل 3 متر روسو ساخته شده ممکن بوده است؟ منطق کجا است؟ یا بار مرا گوش کن یا بار مجرای دریای ورزو و بین آدم‌ها در داخل سیل برای سلطه شدن فصل تابستون خانه ساختن. 18 چی میگویی؟ او مشکلات اوس نکرد. او هم گناه حکومت است اگر واقعا همین کارو میکنه. بستو به شما اصلا نمیدونم که در آغل کلام در کجا کلام میشه. یک خانه را وقتی قبل از اون که میسازی حکومت وظیفه دار از بیاید خاک او را بسنجه که آیا در همینجا خانه ساختن ممکن است یا که نه. یک دوم این که بعضی خانه ها بدون فوندامنت سیمنت ساخته شده بودند. حکومت باید نقشه شهرداری داشته باشه که در همینجا پلنی انمی خانه باید چنین باشه. وقتی بیرون از پلن میشه باید اجازه نده حکومت. وظیفه حکومت است وابسته با شرایط همین خونهایی که چپا شدگی است خونه‌های دوره شوروی است. پس بار دیگر میگه که تا امروز حکومت رحمان برای مردم یک شرایط خانه‌سازی نداده. درست؟ حکومت وظیفه دار نیست که وظیفه دار است. حکومت وظیفه دار است. حکومت وظیفه دار است. فهمیدی؟ گوش کن نه مرا گوش کن. حکومت وظیفه دار است. نفهمی میرا؟ تو چی با گوش نمیکنی؟ نه همین حکومت وظیفه دار است. همین میدونی؟ باید فقط تو جب زنی. نه همین میدونی که حکومت وظیفه دار است یا که نه؟ حکومت ایندیوالی تا بخرونه. همشه. در حکومت کی کار میکنه؟ حکومت کیه خودش میدونی حکومت؟ میدونم کیه کنیش نکه. حکومت تو فرق میکنی؟ بله. کیه اعضای حکومت؟ اعضای حکومت اونم دزوق روزانه و غارتگاری کشتگی هم اعضای حکومت هست. گوش که فرمون گو کی سلمان همین تخدد از بگیم که ای قشلوق خیستگی رفتگی خونتون دکمی دوره کدام وقت دیدی که همین خطون زخوت کردگی نیستین چی باید ایو جمعه را اختا کیم کی متروشی گویا که ندیدگی هم پلاجین را این سوالا بی بحثی ما بالای خونه ما دکمی دوره ندوره نیست ای در خویی نیست اخی این سوالو چی معنی داره؟ خود از قشلاق آمدگی آقای رحمانوف هم از قشلاق آمدگی از ادگام امریکا آمده است. مطرح با توشکی بتسم که تو یک چیزا کورکرونا میبینی اینجا بحث سری کورکرونا نیست فرقی نداره. حکومت مسئولیت داره. خودت میگی حکومت اینوالیدا بخونه حکومت باید اینوالیدا بخونه 1000 پرابلم دیگه است. انمو 1000 پرابلم را باید حکومت بود بکنه. فهمیدی؟ وظیفه‌شه. برای انمی ساخته میشه حکومت برای 1000 پرابلم مردم ساخته میشه. گوش کن مرا ما نمی محله مطرح با توشکی گفتم امی خونه در داخلی نمی زنه که گپ زد همسایه ما خطی نمو دیگری رشدور خب همی در داخلی یا بریده همون نماینده تونه بگین صورت بگیرد در داخلی انمو مجروع دریا ساختگی است. چند سال پیش همون خونه ساخته شده است؟ من نمیدونم چند سال تقریبا 10 سال نه ولی به تقریبا 10 سال پیش. درست؟ 10 سال پیش گوش کن. خب در طول یعنی 10 سال یک نماینده مقامات نامد نظارت بکنه همین خونه حجت داره یا که نه؟ یک
در مجروی آب ساخته شده است. چرا حکومت امنیت زنک به عهده نگرفت که خاله ما برای تو 2 کیلومتر بالاتر زمین میتیم، رسخاتی انمیقی که در اینجا داری برات خانه میسازیم و ازت خواهش میکنیم از اینجا برای که آب میبیو. چرا حکومت این کارو نکرد؟ مرا گوش کن. نه چرا نکرد حکومت؟ سالی که 2010 نه همین 21 دقیقه برادر عزیز خودت جواب دادم گوش کن اخی. سالی که 2010 حکومت آب زد، آب اومد اینجا را زد، حکومت پول جدا کرد که بخزیم برای نمیجا خوز ایرانی نمی همسایه ما دعوا داره که ما اینجا نمیره در نمیجا خونه بکنیم. چی میگوی در همین؟ او حکومت او دعوا داره نداره وظیفه حکومت است. میفهمین ای بچه؟ من نمیدونم شما در کدام مدرسه و مکتب خوندگی. حکومت وظیفه دار است به هر راهی که نباشه برای حضوری البته نه. رنگ توری میره در اگر که رنگ توری و 4 نماینده دیگه خوین ملت فایده. نه سوال جواب بده. همون زنک 10 سال پیش در اونجا خونه ساخته است. مگر یک بار نماینده مقامات خونه اوای رفت که خونه‌اش از اونجا بکشونه یا که نه؟ این همین روز شنبه مقامات اجرایی حکومت شهر کلوب اومدن هم خونه ما. اومدن احوال ما خبر گرفتن. مطلب پس همون زنک همون مردک دروغ میگه اونجا ده. ریال نگاه پاوتیسم چی باور نمیکنی؟ همون مردک دروغ میگه. کدوم مرده؟ همون مردک و همون زنک اونم 3 زنک گپ زد که یکیش گفت 2000 شد 2 هفته شد ما خونه ندار اومدیم، یکیش گفت برای من مکرونی پوشیدگی داده است، یکی دیگه گفت که شما خودتون زندگی کنین. دروغ میگن همون هر 3 نفرا. سلمان دروغ نمیگه. روزی مطلب در نمیشوی خونه مون نشون میده. خیر برای خودت کردن. شاید کدام امک در شهرداری کار میکنه نمیدونم برات کردن قبول وظیفه شون است کردن. نه او دروغ میگن همون 3 نفر دروغ میگن. یه مینوت گوش کن. همین یه روز در خونه سوخته میشوه. آخی اون نفر 12 روز شد میگه 2 هفته شد میگه حال یک نقابات خونه من ناومده. مرا گوش کن. روزی 13 ساعت 12 با 1 سیل اومد. روزی نو انمی بگیم که 20 25 روز خونه را سوز کیسن. نامی همون زنک چی نام داره خیر ما همسایه شما باشه؟ تو روزی نامش گفت با چی؟ نه چی نام داره کو بگو؟ تو گوش کن مرا. نامش چی بود همون زنک؟ نام کی؟ اون همون زنک که گفت که مکرون پوشیدگی دادن گفتی همسایه ما از نامش چی بود؟ من نمیدونم. برای بخیر خدا نگهبانت.